اصالت با حرکت است. اصیلترین مفهوم دنیا حرکت است. بدون حرکت وجود معنایی ندارد. آنچه به خود وجود وابستگی دارد خود وجود است که دائم در حرکت است. حرکت جلوه و نماد بودن است و وجود را لباس می پوشاند. با تداوم رفت و آمد خیال سابا تاریخ دریای وجود و زندگی است و غوطه شدن در این دریا به مثابه آشنایی با صرف حقیقت و حدوث اتفاقهای گذشته نمی باشد. تاریخ معلمی است برای انسان امروزی. انسان امروزی که در دریای نادانی خویش غرق گشته و متوجه عمق کوتاه حتی این دریای پهناور نیست. دریایی به عمق 5 سانت مملو از جهل و ناگاهی. جهل وجود انسان را فرا میگیرد تا لحظه ای که دم به دم به بازدم آخرین نفس خویش پس از گذر از تونل وحشت و ترسالود زمان دست پیدا می کند. سنگ شکنان در پی یافتن الماسی از درون عمیق‌ترین گودال جهان بدون استفاده از کوچکترین اشیاء باقی مانده در هویت ناخالص مادر زمین. کودک طمعکار بر روی سنگ‌های باغ‌های بی‌پناه بابل در حال پرواز به سمت کاشانک دخترک کبریت فروش بود. ناگاه سنگی به طرف او پرت شد. او کسی نبود جز پیتر پان که با جاروی افسانه‌ای خود به سمت او گلوله‌های سنگی پرتاب می‌کرد و او را از قصه حادثه دور می‌نمود. قصه حادثه چیست؟ چی در انتظار پسرک طمعکار است؟ ما هویتی از خودمون نداریم. ما اون چیزی هستیم که داریم. ما اون چیزی هستیم که دیگران از ما میبینن. ما هیچ وقت خودمون رو اون شکلی که دیگران میبینن نمیبینیم. آینه یک دروغ محضه. تصویر یک عزیمت به تمام عیار به چهره کشیده شدن جلوه ناماندگار هویت توست. هیچ وقت به سمت کشف حقیقت خودت گام به عقب بر ندار. تو خودت رو درون آینه ها پیدا نمی کنی. درون کارهایی انجام داده ای نیست.
خودت نیستی. تو اون چیزی هستی که دیگران میگن. تو دیکته‌ای هستی از سرمشق شبانه ننوشته دیگران. تو باید دیکته های نوشته اونا رو هم بنویسی. کجا؟ رو پیکره وجودت خالی از هر گونه پشمت. باید اول تیغ بزنی بدنتو، بعد شروع کنی با نوک سوزن ماشین تتو رو بدنت مشق دیگران رو دیکته کنی. تکه تکه از پوستت رو بدی برای دیکته نانوشته دیگران. دنیا به کدوم سمت میخواد پیش بره بدون کنترل، بدون کنترل بزرگ؟ اونا کی میان؟ کی ما رو نجات میدن از دست خودمون؟ لطفاً بیاین، اگه صدای ما رو دارین میشنوین بیاین. خواهش میکنم ازتون. ما داریم به دست خودمون نابود میشیم. چیزی به اسم هوش مصنوعی وجود نداره، فقط سرعت بالای پردازشه. دارن ما رو گول میزنن. ما داریم از ماتریکس خارج میشیم. بالامون گیر کرده زیر آجرای محکم و سنگین این ماتریکس لعنتی. فضایی‌ها در انتظار ما که ما خودمونو بهشون نشون بدیم. ما باید سوالی رو که اونا مطرح کردن حلش بکنیم. بدون حل کردن این سوال هیچ کشتی فضایی نمیاد پایین. سوالم سوال ساده‌ایه، برای همه ما مطرح شده. وقتی میمیریم کجا میریم؟ وقتی چشامونو میبندیم آیا چشامونو میبندیم؟ من هیچ وقت تاریکی رو ندیدم. سیاهی مثل یه چادر اومده روم. نمیتونم تکونش بدم. خیلی سنگه، خیلی سفته. شونه هم زیر بار این سیاهی داره میشکنه. چرا نور نمیاد؟ چرا نور خودشو بهم نشون نمیده؟ چرا فقط صداست که تو سرمه؟ چرا صدا تو سرم میچرخه؟ این یک مأموریت غیر ممکنه. من هیچ وقت نمیتونم آدم بشم. من فقط یک حیوان کوچیکم. عجب چیزی شد.